مشکلی برنامه شما نگاه میکنه حالات یکسانی هست. بله. عقیده‌ای که اینا به مردم به خود مردم زدن برگشتم. ماشاءالله ماشاءالله الحمدلله، خدا را شکر خدا را شکر. الان فقط به همه دوستان میگم آقا قرآن بخونین، معنیش بخونین، طبق اون عمل کنین. آفرین بر شما، آفرین بر شما، احسن. حرفی که اینا میزنن اصلا توجه نکنین. آفرین بر شما، آفرین بر شما. از فرض علی که اینا ساختن بجز طیف شد، ارتباط قطع شد. واقعا همه چرندیات و غالب احادیث اینا بر روی چی توجه داره؟ خمس، صیغه، مرد پرستی، ولی، فقیه، مرجعیه، تقلید. یک جا از بیان حدیث داریم که آقا قرآن زیاد بخون، من نشنیدم که اینها بیان این حدیث است که امام گفته قرآن زیاد بخونید. فقط امام به صیغه و خمس زیاد توجه داشته و قبر مرد پرستی و هر چه چرندیات ایناست.